سلام ای ماه زیبا، ماه دلبند، که هستی بهترین اسباب پیوند. چه پیونده؟ وصال قطره ریز به دریای عنایات خداوند. به نام سوره های پاک قرآن، به ذکر تک تک آیات رحمان، به استقبال گرم از روزه آییم که لذت ها بریم از فیض یزدان. با عرض سلام و تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت های عاشقانه، نیایش های عارفانه و بندگی خالصانه را بر شما تبریک عرض می کنم. هرچی داریم از خداست و هرچی توان داریم برای خداوند باید خرج کنیم. با ادب خاص خود وارد این مهمانی بمانند شویم. ماه شریف رمضان مبارک.